با معلومات همه مخلصان، چواندازان از پروران میرسونیم. با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان بخشیده به جشن نوروز بین المللی در صحنه 12 مارس سال 2022 در میدان پایگاه بزکشی آستانه جماعت دهاتی لاله‌زار ناحیه دنقره مسابقه بزکشی برگزار می‌گردد. پهلوانان را تحفه‌های گران ارزش منتظر است. از قبیل 2 عدد автомашина تمغه شورالت، 15 سر اشتر، 20 سر اسب، 20 سر گاو و دیگر مکافات‌های پولی و مالی. مکان برگزاری مسابقه میدان آستانه ناحیه دنقره. شتابید تا از بازی چابک سواران و پهلوانان علاوت